سود عالی تاجیکستان تصمیم گرفت که بررسی پرونده‌های جنایی نسبت 17 نفر اعضای شورای عالی سیاسی و فعالان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان تا سنه 24 فوریه موقوف گذاشته شود. در این باره نزدیکان عیبدارشوندگان خبر دادند و گفته آنها روز 15 فوریه عیبدارشوندگان از سود درخواست نمودند که نمایندگان وعا و حامیان حقوق و تالار مرافعه را داده شوند. حال به این درخواست سودیه‌ها هیچ پاسخی ندادند. یک منبع دیگر از دادگاه عالی که نخواست نامش افشا شود گفت که در دادگاه روز 15 فوریه شاهدانی که میبایست بر ضد فعالان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان شهادت میدانند خود را گم کرده دست و پا خوردند و درست گپ زدن نتوانستند. به سوالهای سود پا در هوا جواب میدادند. بنابراین کار مرافعه بر روز دیگر مانده شد. بنا به معلومات رادیو آزادی این مرافعه در حال آغاز یافته است که روز 8 فوریه انجمن حقوق انسان در آسیای مرکزی مرکزش در فرانسه از اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان‌های دیگری بین المللی دعوت کرده است تا از مقامات تاجیکستان انجام محاکمه و باز پرونده‌های اعضای بلندپایه حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را تقاضا کنند. در مسئله محاکمه و مرافعه 13 مسئولین ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و 3 نفر دیگر که روز 9 فوریه برگزار شد، چند چیز رو میتوان گفته که این است که این خبر به سبب اینکه نزدیکان آنها و همچنین رسانه ها اجازه ندارند که در روند محاکمه ها شرکت کنند، این خبر دیرتر به رسانه ها رسید و حدوداً 2-3 روز تأخیر کرد و حکومت هم مقامات هم به خاطر همین هست که همین کار بستگان و رسانه ها را نمیگذارد که از روند محاکمه آنها جهان را خبردار بکنند، آگاه بکنند. و چیزی جالب در این مرافعه اخیر رخ داد این است که فضای عمومی در مقایسه به مرافعه و محاکمه اول فرق میکرد، کمتر آرامتر بود. در مرافعه اولی این بازداشت شده ها، این مسئولین ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان احساس میشد که یک نوع فضای رعب و ترس و فضای تدابیر امنیتی شدید احساس میشد و بدون بسیار بحث و بررسی ها اون رو به 24 همین ماه فوریه به تأخیر گذاشتند و من سبب چنین رفتار مقامات و سبب به تأخیر انداختن آن به 24 بدون بررسی های جدی در آن میبینم که مقامات تاجیکستان خواستند با این کار نشستی که در بروسل با حضور نماینده های اتحادیه اروپا و نماینده های تاجیکستان صورت میگرفت، مسئله حقوق بشر در آن مطرح میشد. خواستند که با این کارشان نشان بدهند که حقوق بشر در تاجیکستان زیر نقض نمی شود و آقای اصلف هم اشاره کرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواستند همراه حاجی حلیم و گروه اون میخواستند تبادلات دولتی کنند و ما هم بسیار خوب میگوییم که وقتی که شما تهمت یک طرف دیگر رو تهمت میزنید، میگوید که تروریست هستند، بیایید اثبات بکنید. یعنی اون گپی که شما گفتید، نه سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر مثل خانه آزادی، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و حتی امریکا و دیگر کشورها و بعضی کشورهای منطقه با اعمالشان چنین اتهامات را قبول ندارند و فکر میکنند که این یک اتهامات ساخته و بافته هست به خاطر سرکوب مخالفین. پس سوال ما با سراج الدین اصلف، با امام رحمان و با مقام تاجیک این است که اگر شما میگویید که اینها گناهگار هستند، پس بگذارید که این محاکمه ها آزاد و آشکار و با حضور نزدیکان و رسانه ها صورت بگیرد.